سوالی که امروز میخوایم مطرح کنیم که کدوم عبادت و کدوم نمازی که خدا عاشقش است. بله؟ پیش از این که جواب این سوال رو من بدم عزیزان، به مناسبت این بحث سوال، هر سوالی که میخوام مطرح کنیم، هر کاری که میخوام مطرح کنیم، این سه تا نکته رو در کار خودمون رعایت کنیم که الان برخی از کشورها، حتی نظام جمهوری اسلامی ما، میگه ما ارتباطی که میخوایم با هر کشوری داشته باشیم باید روی این سه اصل باشه. اگر این سه اصل باشد رابطه بله، مذاکره بله، رفت آمدها بله. اون سه اصل عبارت است: اصل عزت، حکمت، مصلحت. خیلی سه اصل ارزشمند. بله، من این کاری که میخوام انجام بدم، عزت من، عزت ملت من حفظ میشه یا نمیشه؟ در کنار عزت چیه؟ ذلته. بله، شما الان دارید میبینید بعضی از این کشورها روزی خلیج مال، ثروت فراوان، اما چیزی که ندارن عزت. بله، چیزی که ندارن عزت. اما کشور ما شاید ثروتش به اندازه ثروت اونها نباشه، البته کمی هم نداریم، اما در مقابل اون عزت را داره. پس اولین اصلی که یک انسان مسلمان چه در زندگی فردی، چه در زندگی خانوادگی و چه در زندگی اجتماعی باید رعایت کنه، اصل عزته. که این کاری که من میخوام انجام بدم، این حرفی که میخوام بزنم، بله، این اقدامی که میخوام بکنم، عزت من لطمه میبیند یا نمیبیند. دو، اصل دوم اصل حکمته. بله، آیا این کاری که من انجام میخوام بدم محکم هست یا نیست؟ حکیمانه هست یا نیست؟ عاقلانه هست یا نیست؟ چون اگر کار حکیمانه باشد، عزت رو هم به دنبال خودش داره. چرا؟ چون استعمارهای خطرناک گاهی بلایی بر سر آدم میارن. شما نمیدونید امروز یا دیروز این مصاحبه‌ای که خانم این رئیس جمهور روسیه کرده رو دیدید یا؟ بله، کار به جایی که رسیده، به قول خودشون بزرگبانوی جهان، الان کارش به جای رسیده که این جزیره چی میگفتیم؟ اپستیل، که آقای اپستیل واسطه ازدواج من با این آقا بگید نبوده. من در یک ملاقات تصادفی باشون آشنا شدم با هم. یعنی رسوایی افراد به کجا کشیده میشه؟ دقت کردید؟ یعنی شیاطین به گونه‌ای با آدم بازی میکنن که گاهی اوقات عزت و آبروی آدم رو میبرن، که انسان ناموسش بیاد بگه که آقا ازدواج ما به واسطه اون آدم کثیف نبوده. دقت کردید؟ بگه نگاه کن کاری که انجام میدید، اقدامی که میخواد بکنید، ارتباطاتی که میخواد برکنید، از روی چی باشه؟ حکمت باشه. حساب شده برو جلو، بی حساب و کتاب جلو نرو. اقدامی که روی احساسات باشه، اقدامی که روی عواطف باشه، بله، اقدامی که از روی خودخواهی ها باشه، این اقدام حکیمانه نه. اقدام باید اقدام حکیمانه باشه. اقدام امام حسین سلام الله علیه چی بوده؟ حکیمانه بود. یعنی بعد از گذشت 1400 سال یک اشکال روی قیام امام حسین گرفته نمیشه.
نه ما جهان اسلام، جهان دیگر و اقوام دیگر میان قیام ایشون رو الگو قرار میدن. انی لا اری الموت الا السعاده و الحیات مع الظالمین الا برا. هیهات هیهات من نصر. دقت کردی؟ این قیام امام حسین بر همین اصل بوده، اصل عزت، اصل حکمت. درست شد؟ اصل سوم اصل مصلحت. گاهی خود به خاطر مسائلی خدا رحمت کنه زمان امام حج بسته شد، یه عده آدمای باریک بین، ظاهر بین، آقا این چه انقلابی بود، این چه نظامی بود، ما رو از حج، آقا حجی که در او حقارت باشه، حجی که در او اصول حج دست دشمن باشه، اون حج نیست که، حج ابراهیمی نیست. حج ابراهیمی اون حجی است که درش براءت از مشرکین باشه. بله، امام المسلمین تصمیم میگیره مصلحت نیست امسال به مکه برید. درست شد؟ حالا کی رو تشخیص بده؟ خیلی مهمه. پس این اقدامی که الان من میخوام بکنم تو این مقطع زمانی مصلحت هست یا مصلحت نیست؟ گاهی اوقات مصلحت در این که فریاد بزنم، گاهی اوقات نه، مصلحت در این که سکوت بکنم، گاهی اوقات مصلحت در قیام است، گاهی اوقات مصلحت در قعوده. اینا تو هم بودید؟ به این سه تا اصل رو انسان رعایت میکنه. حالا من مثلا میخوام این سوالی رو مطرح بکنم، در این سوال من عزتم حفظ میشه یا حفظ نمیشه؟ این سوال من حکیمانه هست یا نیست؟ آیا این سوال الان مصلحت یا مصلحت؟ شما تو ایران ما معروفه میگن اگر خروسی 1 ساعت 2 ساعت قبل از اذان بیاد بانگ سر بده و در میگن مؤذنی هم که قبل از وقت اذان میگه این مؤذن مثل خروس چیه؟ بی محله. خروس بی محله. خب این بانگ خروس خوبه اما تو وقتش. شما خودتون اگه 2 تا خروس داشته باشید ساعت 12 1 2 رسید که اوج خوابت شروع کنه به خوندن، 1 شب 2 شب ملاحظه به شب سوم میگه بگوشید گوششو بخورید. چرا؟ این اصلا مزاحم خواب ما میشه. اصلا مصلحت نیست داشته باشید. و مؤذن اگر 2-3 بار بی جهت بره بالای مأذن اذان بره مردم جلوشو میگیرن، میگه اذان خوبه اما الان مصلحت نیست. این 3 اصل خیلی قشنگه، اصل عزت، اصل حکمت و اصل مصلحت. و اگر در رأس حکومت ها رهبران شایسته باشند که این 3 اصل رو برای ملت های خودشون رعایت بکنن، عزتمندی ملتشون، مصلحت ملتشون و اقدام حکیمانشون رو باشه، این ملت ها همیشه رو به رشدن، رو به آقایی میشن. ببینید همین چند روز که بحث مذاکره پیش اومد، رژیم صهیونیستی شروع کرد به حملات به لبنان، 300 نفر رو ظرف چند ساعت به شهادت رسوند. مردمی که دنبال عزتن، همینایی که 40 تو سر تو خیابان بودن، گفتن ما هیچ وقت برادران لبنانی خود ما رو تنها نمیگذاریم. ولی مردم وقتی تو صحنه باشن، مسئولین هم گفتن به طرف مذاکرات اگر جلوشون نگیریم ما هم توی مذاکره شرکت نمی‌کنیم. این مردمی که بیدار باشن، اقدامشون عزتمندانه، بگه ما حاضریم بمیریم ولی که تحقیر بشیم رو نه. دقت کردید؟ عزت، حکمت، مصلحت، 3 اصلی است که انسان اینها رو باید در زندگی رعایت کنه. خب جواب اون سوال رو بدیم، خدایا کدوم عبادت رو خیلی
میگه عبادتی که این چند تا ملاک رو داشته باشه. یک، عبادت آگاهانه. عبادت یه سری از ما کاری انجام میدیم مثلا متوجهش نیستی. نمیده شما قوم نماز مرمای برکت شرکت کردید یا نه؟ از وسطای سوره هم خصوصا به سوره توحید میرسیده صدای گریش بلند میشد. چرا؟ چون ایشون در این قل هو الله احد چیزی میفهمید که من نمیفهمم. عبادت آگاه. تو بیابان داشت گوسفند میچرود، یک مرتبه دید یک صدای عاشقانه آمد: سبوح قدوس رب الملائکه و چیه که داره معشوق من صدا میزنه؟ گوینده صدا اگه یه بار دیگر اسم معشوق من بری 1/3 گوسفند ما بهت میدم. گفت اگه یه بار دیگر بگی 1/3 دیگر میدم. گفت به خودش قسم اگه یه بار دیگر بگی اون 1/3 باقی مونده رو هم میدم. خب ابراهیم چه دید در شنیدن نام معبود خودش اینقدر لذت میبره که حاضر برای شنیدن این نام همه سرمایه‌شو بده. بعد گفت خب بیا همین گوسفندا رو ببر. بعد جناب جبرئیل نازل شد که تو در این مسابقه برنده شدی، خواستیم امتحانت بکنیم که چقدر عاشق معبودت هستی. اینقدر عاشقی که حاضری همه ثروت تو بدی. پس اولین ملاک عبادتی که خدا دوستش داره جواب میده: عبادت آگاهانه رو من دوست دارم. سوره نساء آیه 43. عزیز کردم این سوال و جوابات تو قرآن میشه پیدا بکنیم. فرمود به سمت نماز نرید حتی تعلموا ما تقولون. حتی تعلموا ما تقولون. بله؟ اون چی که میگی رو تعلموا بدونید چیه. دو، ملاک دوم عبادتی که خالصانه باشه. و یه سری عبادت آگاهانه هست ولی خالصانه. شیطان آگاهی داره نسبت به خدا یا نه؟ به این آیات بخونید میگه من چیزهایی از خدا میبینم که شما نمیبینید. معرفتی که شیطان به خدا داره من شما نداره. پس صرف عبادت آگاهانه کافی نیست. به قول آقایون منطقی اون عبادت آگاهانه جزء العله است، تمام العله نیست. یک بخش عبادتی که خدا دوستش داره عبادتی چیه؟ خالصانه است. سوره کهف آخرین آیه. بله؟ همین که بخونید نماز شب رو اراده بود چه ساعت بیدار میشی. درست شد؟ آخرش چی میگه؟ ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در عبادت ربشون احدی رو شریک قرار بده. یه خطیب داشت برای عموم مردم صحبت میکرد تا دید یک آیت الله وارد جلسه شد. آهنگ صدای این خطیب عوض شد، لحنش عوض شد، داد و بیدادش عوض شد. چرا؟ فلانی آمد پای لا یشرک به عبادت ربه. میگن که یکی از بزرگان از مراجع مرحوم شیرازی از ایران رفته بود نجف، مجتهد مسلم بود. تصادفی رفت کلاس مرحوم آقای شیخ اعظم انصاری. شاگرداش میگن شیخ اعظم به احترامش بلند شد و وقتی مرحوم شیرازی گفت آقا درس تو ادامه بده، شاگرداش بعد میگن هیچ تغییری در درس شیخ انصاری ایجاد.
میگه حالا پای من آمده من یک سری اصطلاحات و قلوب سلوم بگم، یک چیزایی بگم وحی شدم. نه، عبادت با چی باشه؟ خالصانه باشه. عبادت فقط نمازم خدا قسمت کنه برید اون مدینه و مکه، چه قرائت ها دقت کردید؟ کفوان احد، کفوان احد، کفوان احد، هی بالا غیر واحد. روحی در این نماز شما پیدا نمی کنید. عبادتی باشه. مرحوم آقای بروجردی میگن روزهای آخر هم خیلی گریه میکرد. مثلا چرا گریه میکن؟ بعد تغییر دستم گوه شما مسجد اعظم درست کردیم، اون موقع تو خاورمیانه تک بوده جهان اسلام، این همه شاگرد تحویل دادیم، بیمارستان درست کردیم فلان. این گفتم آخه این جمله ازتون خلص العمل فإن الناقة دقیق دقیق. خلص العمل، تو خالص کن. اونی که نقد میکنه خدای متعال دقیق دقیق. تو روایت فراوان داریم میگه به اندازه ذره غیر من رو دخالت کرده باشی 99% برای من باشه، 1% برای من. میگم در روایت داریم میگه من شریک خوبی هستم، همه اون 99% رو بده به همون شریک من این عبادت رو نمیخوام. خلص العمل فإن الناقة دقیق. پس عبادت آگاهانه باشه، عبادت خالصانه باشه. 3 عبادت خاشعانه باید باشه. خدا میگه من این عبادت رو، عبادت از روی خضوع و الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سوره مؤمنون. یه عده آقای منصور بعضی از سوراخ دعا رو گم میکنیم، خیال میکنیم نماز خاشعانه. بعضی از دیدی ما طلبه اول که تبلیغ کردیم خیلی افراطی میشیم، خیال میکنیم اینجوری باید گردن کج کنیم، قنوت میخوانیم بیایم جلوی صورت خودمون، دقت کردیم ایستادیم حالت کج ایستاده باشیم، رکوع میریم به حدی میریم پایین که نزدیک صورتمون به زانومون بخواد. خیال میکنیم خشوع در نماز یه ادا در آوردنه. دقت هم بودیم اون متحری خدا رحمتش بود که بعضی خیال میکنن طلب زاهد باشه عبا رو بندازید رو سر خودش، مثل خانم‌ها چادر رو میندازن، از بیزیه بیاد تو گذر خانم رو پنیر بخره دو ببره تو حوزه، بعد میگه من طلبه چی هستم؟ زاهد. نه بابا این تزهد زهد فروشیه، اینا زهد نیست. خشوع اینه که در دل اجتماع باشی، دقت فرمودید دلت متوجه خدا باشه. نه اصول در آوردن اینا خشوع نیست، این دین فروشیه. این میخواد دل مردم رو به دست بیاره، نه خدا رو. الذین هم فی صلاتهم. پس چی شد؟ آگاهانه، خالصانه، خاشعانه. 4 مخفیانه. بعضی موقع خلوت کنیم با خدا، حتی دور از چشم زن و بچه. دقت کردیم امیرالمومنین گاهی کجا میرن؟ تو نخلستان. بعضی موقع دوستانش تو کمین بودن که آقا که میره همراهش برن، مثلا قنبر همراهش میرن، کمیل همراهش میرن. بعد گاهی وحشت هم میکردن، میبیدن تو نخلستان مثل چوب خوش شد افتاد، دوان میامدن به حضرت زهرا میکنن بیبی جان امیرالمومنین دنیا حضرت فرمود علی رو در چه حالی دیدی؟ او در حال نماز دیدی؟ نه این آقا همیشه کشید. بله چنان جذب شده که بیهوش شده افتاد.
الان برو رفتیم دوباره با شغل عبادت مخفیانه. اما علی شمشیر به دست میگرفت در برابر ناکسین هم میستاد. عنایت کردیم؟ ما دین رو بد میفهمیم، بد تفسیر میکنیم. عبادت مخفیانه. گهگاه خلوت کنه با خدای خودش. الان بعضی مواقع فیلم ها که امام شهید رو میدن تو مسجد جمکران داره با امام زمانش چی جور رابطه برقرار. چند تا فیلم از ایشونه از هم موقعی که رئیس جمهور بود، هر اسم شهید و شهادت رو میبرن، بغض میزنی گلوی آقا رو میگیره. میگه من قصه میخورم یه روزی برم بدون شهادت. تو اون عبادت مخفیانه خالصانه اون خواستهاشو گرفت از خدا. یه فیلمی از آدم نگاه میکنی دست جانبازش یک گوشه افتاد سجده با این دست دیگه تو سجده تسبیح تو دستشه میداره فکر صلوات رو تا من نماز امام زمان میفرسته. میگه من رهبرم، من جایی عالم تشد. نه بابا اینا بندازیم کنار. عبده و رسوله. انسان در کانال بندگی به اوج میرسه. پس چهارمین ملاک شده مخفیانه. پنجمین هم بگم تمام کنیم. آگاهانه، خالصانه، خاشعانه، مخفیانه. مخفیانه روایتشو بخون. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اعظم العبادت اجرا اخفاها. اعظم العبادت اجرا اخفاها. بهار جلد 70 صفحه 251. اعظم العباده، بله اعظم از کمی نمیخواد باشه، اما 2 رکعت نماز میخونه تو خلوت، اما 2 رکعت نمازی که آگاهانه و خاشعانه هست. ششم یا پنجم، هر این 4 ملاک داشته باش، ملاک پنجم خیلی باشه. عبادت عاشقانه باشه. بله نشانه عشق چیه؟ قبل از اذان میبینی رفته وضوشو گرفته، لحظه شماری میکنه که اذان میشه. بارها من این روایت خوندم از حضرت استاد وای جوادی آمونی و دیگران. میگه وقتی صدای اذان بلند میشه معناش اینه هان وقت الزیاره. هان وقت الزیاره یعنی وقت ملاقات خدا رسید. و جناب پیامبر به بلال میفرماد ارحنا یا بلال، برو اذان بگو ما رو از این کارهای روزمره راحتمون بکن. اینا نشانه های چیه؟ عشق به عبادته. باز رسول خدا میفرماد افضل الناس من عشق العباده. ارزشمندترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشه. و عزیزان عبادت رو فقط تو نماز و ذکر و روزه، والله همین کارهایی که ما افتخار خادمی طلاب را داریم این بزرگترین عبادت هاست. باور بکنیم. چرا؟ چون داریم افرادی را انشاءالله تربیت میکنیم که اینا بعدا میرن جماعتی از مردم رو تربیت بکنن. اینا بهترین عبادت برای خودمون بودیم. افضل الناس من عشق عباده. هر کس کار خودش رو عاشقانه انجام بده، خدا میگه من عاشق این کارات هستم. نه کارا جزء وظایف من هست یا نیست، مافوق من میبیند یا نمیبیند. نه تو اونی که باید ببینه داره میبینه، اونی که باید پاداش بده میبینه. مرحوم
فقیه سبزواری، ملا هادی سبزواری از مسیر مکه داشت برمیگشت، خاموش به رحمت خدا رفت، مسیرش افتاد تو کرمان. یک مدتی میخواست تو کرمان بود. کی؟ ملا هادی رفت یه حوزه علمیه، گفت آقا میشه من یه چند مدتی یه حجه بمونم؟ گفت نه یه حجه وقت الله بمون. نه گفت من طلبه هستم، من ملا هادی سبزواری هستم. شما الان عکسای ملا هادی نگاه کنید یا حتی مردم‌های سنتی که تو خراسان هستن، لباس رسمی روحانیت نیست، یک شالی به سرشون بیاد. نه گفت من ملا هادی سبزواری صاحب کتاب منظوم هستم. اصرار کرد، اون خادم گفت نه نمیشه. خیلی اصرار کرد، خادم گفت به یک شرط دیدم. چی؟ بیا نظافت مدرسه رو حتی تو حالاتش بودم، نظافت سرویس بهداشتی طلبه ها رو باشه ما میکنیم. بی جهت ملا هادی سبزواری افضل العباد من عشق له. کسی عاشق باشه مدت ها همین کار جارو میگیره، حیات مدرسه رو جارو میزد، سرویس دستشویی رو تمیز میکرد، اون کار انجام میداد، با طلبا مدرس شده بود. یه روزی همین داشت میاد دید که استادی داره کتاب منظومه رو برای طلبا تدریس میکنه، اما یک عبارت رو داره اشتباه به طلبا. درس که تمام شده به یک از طلبا سر رو بیا گویا امروز چی خوندی؟ گفت که معنای عبارت این نیست، معنای عبارت چیز دیگره، منظور ملا هادی سبزواری اینه. دیگه نگفت من ملا هادی سبزواری هستم، این کتابی که شما دارید میخونید فردا اون طلبه رفت سر کلاس گفت استاد این عبارتی که اینجور معنا کردی نیست، شاید عبارت معناش این باشه. استاد دقیقه گفت فکر تو در این از کی گرفتی؟ دقت کردیم؟ تو حالات ملا هادی سبزواری میگه فردا که صبح شد بدون که طلبه ها بیا، قبل از اینکه طلبه ها بیان بساطش رو جمع کرد، از اون خادم خداحافظی کرد، گفت من دیگه میخوام برم. اون طلبه گفت همین خادمی که جارو میزنه برای ما ایشون گفت ایشون این مشکل حل کرده. رفتن دنبال این خادم، دیدن جای این خادم حتی یعنی چند ساعت نمون که این حل مشکل به پای ایشون تمام بشه. خیلی ما پرتیم. دقت کردیم؟ که حال خود کارهای نکرده رو میخوام به پای خودمون تمام بکنیم. کاری انجام نداده رو میگیم انجام دادیم. نه، بزرگان ما کاری که انجام میدادن هم انتظار نداشتن که دیگران تعریف و نه پیش از اینکه بدونن ملا هادی سبزواریشون ملا هادی سبزواری. خدایا به عبادت امیرالمومنین سلام الله، به عبادت صدیقه طاهره سلام الله علیها و به عبادت پیغمبر و ائمه معصوم و بندگان شایستت قسمت می‌دهیم حظ و لذت از عبادتت رو به ما بچشان. توفیق عبادت بندگی آگاهانه، صادقانه، عاشقانه رو به ما مرحمت بفرما. نصرت و پیروزی رو بر جبهه اسلام و مسلمین عنایت بفرما. جبهه کفر را نابود بفرما. فرج امام زمان نزدیک بفرما. قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بفرما. و آخر